سلام دوستان، توی این ویدیو قراره نحوه تعویض لنت جلوی تیبا رو با هم یاد بگیریم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. بعد از باز کردن 4 تا پیچ لاستیک، کالیپر رو به سمت خودمون میچرخونیم و با یک پیچ گوشتی 2 سو به پیستون کالیپر فشار میاریم تا پیستون لب به لب عقب بره تا لنتا راحت بیاد بیرون و لنتای جدید راحت جا بره. بعد از انجام دادن این کار پیچ پایین رو باز میکنیم، کالیپر رو باز میکنیم. پیستون دقیقاً به همین حالت باید لب به لب کالیپر عقب بره. بعد از انجام دادن این کار، حالا نوبت جاگذاری لنت‌های جدیده. برای اینکه لنت‌های جدید رو سر جای خودش بذاریم، حتما باید خار ناخونی‌های کالیپر رو چک کنیم تا سر جاش باشه. حالا ما برای اینکه یه قسمتش هم عوض کرده باشیم، قسمت بالای خار ناخونی رو در آوردیم تا دوباره بندازیم که شما قشنگ متوجه حرف ما بشید. قسمت پایین که سر جاش هستش، قسمت بالا رو به همین شکلی می‌بینین دقیقا روی قالبی که اونجا قرار داره میذاریم و فشار میدیم و قشنگ تو این قسمت فیکس میشه. وظیفه اصلی این خار ناخونی ها اینه که لنت رو سر جای خودش محکم نگه داره. حالا لنت ها رو میخوایم جایگذاری کنیم. ببینید دو بالا و پایین لنت ها دو تا حالت شاخک مانند داره که خار ناخونی قشنگ باید دقیق بین این دو تا شاخک ها قرار بگیره. حالا لنت این ور انداختیم، لنت سمت چپش هم و همین شکل. حالا از بالا جا نرفت، ما برعکس این کار رو انجام میدیم تا جا بره. بعد از انجام دادن این کار کالیپر رو میبندیم و پیچ کالیپر رو دوباره با آچار یا درل صفر میکنیم. این بود نحوه تعویض لنت جلوی تیبا. برای اینکه آموزش های بعدی ما رو از دست ندین، حتما پیج ما رو دنبال کنید.